سلام دوستان، شب قشنگتون بخیر. واقعا افتخار میکنم که یه بار دیگه اومدم تا با هم دیگه صحبت بکنیم. یه موضوع خیلی جالب رو میخوایم با هم بررسی کنیم و اونم اینه که دوستان به نظر شما آیا ترک سیگار آسونه یا سخته؟ ترک سیگار آسونه یا سخته؟ خب یه لحظه اگه بخواید مکس بکنید و جواب بدین، میگین که یه عده‌ای میگن که ترک سیگار آسونه و خیلی راحت میشه ترک کرد، ما ترک کردیم. و یه عده دیگه میگن نه بابا، از 1000 نفر یه نفر ترک میکنه، سخته، یا ما الان شرایطشو نداریم، یا من اصلا دوست ندارم ترک بکنم و اینجور صحبت ها. در واقع اگه بیایم فکر بکنیم هر دو تا گروه دارن درست میگن. اونایی که میگن سخته اونا دقیقا درست میگن، اونایی که میگن آسونه اونا هم درست میگن. چرا؟ چون جهان یه قانونی داره که به افکار شما پاسخ میده. اگر شما بگین آسونه، جهان شرایط رو جوری مهیا میکنه که بتونید شما از سیگار عبور بکنید. و اگر بگین سخته، شرایط زندگی شما جوری میشه که از لحاظ ذهنی آمادگی پیدا نمیکنید برای عبور از سیگار. و من دوست دارم با کمک هم دیگه، و من این کار کردم، بعد از 30 سال کشیدن سیگار از سیگار عبور کردم، از این شرک به خداوند و به خودم عبور کردم، از این باج دادن عبور کردم، از این 80% درگیری ذهنی که داشتم عبور کردم. و از شما میخوام برای اینکه عاشق خودتون بشید، برای اینکه تجربه بکنید که دنیای بعد از سیگار چقدر میتونه لذت بخش باشه، بیاید این حرکت رو برای خودتون بزنید. امشب برید بنویسید اونایی که سیگار ترک کردن که دمشون گرم. ولی اگر شما جزو اون دسته هستید که میخواید سیگار رو ترک بکنید، امشب توی دفتر خودتون بنویسید من نظرم نسبت به ترک سیگار چیه. دلایلی رو که میارید زیرش مشخص میکنه که شما آیا به نظرتون سیگار سخته یا آسونه. اگه سخته، بیاید باورایی رو درست بکنید که فلانی ترک کرده، پس منم میتونم، میشه این مراحل رو انجام داد تا ترک کرد. دلایلی رو بیارید که بتونید از سیگار، از این شرک، از این دوگانگی، از این دربدری ذهن عبور بکنید. و مطمئنم شما اگر این کارو بکنید موفق میشید. با کمک هم دست به دست هم میدیم و این اتفاق رو رقم میزنیم. عاشقتونم. تا فایل بعدی. خدا نگهدار.